میخوایم با هم بررسی کنیم که ببینیم آیا بدون وجود رل دوب ما میتونیم خودرو رو روشن کنیم یا نه. بریم با هم بررسی کنیم. خب دوستان، رل دوب تشکیل شده از دو تا رله جدا که توی یک مدار چاپی در واقع گذاشتن. کار این قطعه اینه که بیاد سنسورها و عملگرهایی که با تغذیه 12 ولت کار میکنن بیاد اون رو برقشون بده که به صورت مستقیم توسط ECU داره کنترل میکنه. رل دوب ما تشکیل شده از 15 تا پایه که خیلی از پایه هاش رو ما توی مدار استفاده کردیم و شاید یکی دو تا از پایه ها رو استفاده نکرده باشیم. خب میخوایم با هم بررسی کنیم که آیا اگر توی جاده موندیم و اگر رل دوبل ما خراب شد میتونیم خودرو رو بدون وجود رل دوب روشن کنیم یا نه. خب رل دوب یک سوکت 15 پایه داره، به صورت کشویی هم هست. به این صورت اگر من کشو رو بکشم این آزاد میشه. ببین دوستان، اینجا دو تا ردیف داریم. یک ردیفش در واقع 7 تاییه و ردیف بعدی 8 تاییه که در واقع رو هم جمع کنیم میشه 15 تا پایه. تعداد پایه های این خب شاید خیلیش استفاده شده باشه و خیلیش هم استفاده نشده. همونطور که توی این کانکتور میبینید توی این سوکه 3 تا از پایه هاش خالیه ولی بقیه پره. رل دوبل ما برای اینکه بخواد کار کنه نیاز به برق و بدنه داره، یعنی برای قسمت سیمپیچ اولی یا سیمپیچ عملکرد کلیدش نیاز به برق داره که ما توی حالت عادی حتما باید 4 تا برق روی رل دوبل داشته باشیم. خب خیلی از رل دوبل هستن که 3 تا برق دارن ولی خب اکثرشون 4 تاییه. خب ما اینجا تست میکنیم ببینیم چه پایه هایی رو برق داریم. خب پایه ها روی خود سوکت نوشته به این صورت. اگر اینجا دقت کنید پایه یکش اینجا هستش. خب توی استاندارد کلی پایه های 11 8 15 و 14 باید برق داشته باشه. خب این پایه یکمون اگر باشه 2 3 4 5 6 7 8. خب پایه 8 رو ما برقشو داریم. از این شروع می‌کنیم 9 10 11 هم برقو داریم، 12 13 14 خب 15 هم برق داریم. پس همونطور که گفتیم این چند تا برق ما داریم. خب پایه های 4 5 6 و 13 هم در واقع خروجی ما هستن که میرن برای مصرف کننده ها مثل سنسور اکسیژن، مثل قطعاتی مثل کوئل انژکتور و حالا ما میخوایم اینو یک سره کنیم. چند تا ما سیم داریم اینجا رو میتونیم تست کنیم. 1 2 3 4 پایه 4 6 و پایه 13. خب 15 14 13 پایه 13 هم برق میدیم و پایه یک ما که مربوط میشه به پمپ بنزین که اینم باید حتما بهش برق بدیم تا بتونیم اینو روشن. تمام اینا رو وصل میکنیم به یک مثبت به این صورت. خب ما اینو وصل میکنیم و استارت بزنیم زحمت. خب همونطور که میبینید خودرو بدون وجود رل دوبل روشن شد. ما کافیه که پایه های مربوط به خروجی ها رو توی نقشه یا توی رل دوبل بتونیم شناسایی کنیم. خیلی راحت میتونیم خودرو رو اگر توی جاده موندیم بدون وجود رل دوبل روشن کنیم. فقط نکته‌ای که اینجا برای ما اهمیت داره اینه که ما حتما باید از نوع ساختار در واقع دسته سیم موتور یا اون EMS موتور که از کدوم در واقع دسته هستش مطلع باشیم که بتونیم پایه ها رو به درستی و دقیق بتونیم انتخاب کنیم. چون توی خیلی از نقشه ها یا تو خیلی از EMS ها جای رله ها با هم جابجاست. یعنی شاید اگر توی یه نقشه این رله یک باشه توی نقشه دیگه برعکسه. حتما باید به نقشه مربوطه همون سیستم مراجعه کنیم و بهتر بتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی ممنون از توجهتون.